آدمان حقند، مطلقاً حقند که ارزش‌ها و عنعنه‌های خود را مقدس می‌شمارند. به انسان گرگوار رفتار می‌کنند و به انسان گرگ مانند انسانوار زندگی می‌کنند. یادداشت‌های هری هالر، قهرمان مرکزی گرگ دشتی، از نویسنده بزرگی آلمانی هرمن هسه که به مؤلفش نوبل ادبیات را تقدیم کرده است، در ترجمان شناختی کشور استاد سلیم زرفشانفر ترجمه گردیده است و مرکز خرد آن را نشر نمود. شما میتوانید کتاب گرگ دشتی، بهترین رمن نویسنده مشهور جهانی هرمن هسه را از همین سوپرمارکت‌های یاور دسترس نموده مطالعه نماید. باوری کامل دارم که از خواندن این کتاب هیچگاه پشیمان نخواهید شد. با مرکز خرد بمانید تا بهترین شاهکارها، بهترین کتاب‌های انگیزشی و فلسفی را مطالعه نماید و یک انسانی موفق و هوشمند و سالم اندیشه بر کمال برسید. ما بهترین ها را تقدیم شما عزیزان می‌گردانیم. با مرکز خرد بدرخشید، رشد کنید و کمال یابید.